دخترای عزیزم، همه ما از عدالت امام علی زیاد شنیدیم، ولی جالبه بدونید که این قضیه پیش زمینه ریاضیاتی داره. یعنی از نبوغ امام علی نشأت میگرفته. چرا؟ الان براتون میگم. یه قصه. 2 نفر بودن با هم میرن مسافرت. موقع غذا میشه یکیشون 5 قرص نان میذاره روی سفره و دیگری 3 قرص نان، مجموعاً 8 قرص نان. یه رهگذر از اونجا رد میشه، به سفره غذاشون دعوتش میکنن، میشینن روی سفره غذا و 3 نفره این 8 قرص نان رو به صورت مساوی میخورن. رهگذر آخرش میگه به خاطر لطفی که به من کردید من 8 درهم به شما میدم. این 2 نفر درگیر میشن. اونی که 3 قرص نان گرفته میگه این 8 درهم رو باید از وسط نصف کنیم، 4 درهم من 4 درهم تو، در حالی که اونی که 5 قرص نان گذاشته بود وسط میگه که نه آقا، من 5 تا قرص نان گذاشتم، 5 درهم مال منه و 3 درهم مال تو. خلاصه دعوا رو میبرن پیش امام علی. اونی که 3 قرص نان گذاشته وسط به امام علی میگه که آقا باید نصف شما. امام علی میگه که آقا درست نیست سر این قضیه دعوا کنید و اینا. بعد میگه نه، من میخوام به عدالت برسم، از عدل تو زیاد شنیدم. میگه باش اوکی، شما حقت 1 درهم از اون 8 درهم و 7 درهم باید بدی به اون یکی دوستت که 5 قرص نان گذاشته. و جالب بدونید به لحاظ ریاضیاتی کاملا درسته. حالا میخوام بگید که چرا به نظرتون.